بله اشتباه بچه خاله تیوارن جان جونه خیریه شکو همه به خونه یو کار داشتیم کار خصوصی داریم خوب در ساعت که میگم بخیر بیایم هم خونه یو خود چاشته بیاییم یعنی پیشی میاییم خوبه گفت کنیم ما به خدمت شما هر ساعت که میگم بخیر بیایم خدا حافظ دیگر هر ساعت که میگم بخیر بیایم ما به خدمت شما خونه یو خدا حافظ شما خدا حافظ چه خاله ما کار خصوصی داریم خیلیت باشه خوبه داده آشو اومد منه بزن تو باشه اومد منه بزن شما آره بابا میگیرم نوبت تو نه تیریزا بزنی من بازم نوبت منه بازم عباس بیا برو گله‌بازی نکنن تو خودتگاه که نی ما این بریم طور به سراب چه خاله من نامزاد دار کنیم تو اینجا گله‌بازی میکنی بیا که بریم بیا بریم کلا خوب بیدی که اینه اکو سرخ میگو بالا که کنده شده ایشی بادن سیم یا الله بفرمایید سلام علیکم سلام چه خاله ایشتن مثل که خاله خونو خونو خیانه ایتو خونو کس کرده که من از دیگه چی گفت چه خاله تیار از میشن خیلی سلامت شکر زنده باشی بسیار خوش آمده سلامت باشین زنده باشین ما گفتم بچه خاله شما رو به زحمت نمیدم خب چه چاش نموده جا خودمانه فرق نمیکنه باز بخیر بیایم ما بیانم بچه خاله که اگر چی باشه به اون سر وعده شما به اون قولی که با ما دادیم چی قول دادی بینم همون قول بابت همین دختر رو گفتیم به عباس میدم خب خود شما میفهمه چه خاله دخترم حال 10 سالش بفهمیدی؟ بله دخترم 10 سالش در باز هم کنه در صاف میکنه دیگه خود صحیحه بچه خاله درسته گفت شما که دختر شما 10 ساله عباس ما هم 15 ساله او تکلونی نیه ما همال نماییم که نمزاد دار کنیم و کلکه بکنیم گفتیم یک جواب پای با ما بدیم که ما دل جمع شیم این برار من دل جمع شد ما کبی از این پیاره به خونه ندیدیم ما هم شما رو به جمع پیار خود جمع بچه خاله خود مستفید خود ما قبول داریم بابا اینه چی میگن خوار ما خوده آخویم سال 10 سال مای بشه کجی؟ بله تو برو مداخله کنه صدا کنه بیای برو صدا کنم در خوزی هم کامو سلام حالا ما تعجب میکنیم به دخترم 10 ساله بچه خاله تعجبی نداره خود شما لبس کردیم خب لب کردم نمیگو که نمیدم من نمیگو که نمیدم بیای مدر ساله بچه ندونی بیای سلام خوب سلامت خیلی خوبه نه عباس جان خوبه سلامت میشه مادر شما خوب بودم خود شما خوبه سلامت باشه خوش آمدین صفا آوردین سلامت باشید چی عجبی طرفا از ما هم عجبی داره میاییم بگو گوه دکتر چه دگران آوردین میگم شما زمستونه هر که من خونه خوب باشه میگم زن بله این بچه خاله من بیامده به خصوصی دختر ما خوب حالا تو چی میگی؟ من چی میگم خود شما که میفهمید نه یه دگه خود به چی نادن چیه حالا من که برای اینا امیر میگم اینا میگم فقط ما یک دلجیمی بدیم ما عمال عروسی ببینیم ما مجلسی نمیگیریم
عروس خالصه کنیم. شما خوب به جریان هستین که با ما بچه خاله ما لفظ کردن که اینا خوب بیدن گفتن این بچه و این دختر خود ما میدم این برار شما. انا حال ما بیاماده که این حداقل جلو این دختر خط کشیم. ما مالک نماییم که مثلا نمزاددار کنیم رسمی، فقط هم یک خط جلو این دختر بکشیم که می عباس هم دلجام شه، هم خود دختره هم کسی مثلا دیگه ردی یله کنه. همین زر یک دلجمی با ما بدیم، یک پایی بگیم ما مالک به 10 سال دیگه بخید تا حال در ساخور بخونم. سعی کنین رمضان جان براره من جلو کلام شما را میگیرم. اولا که دختر ما خورده، دیوم که این دختر ما امرو نمزاددار کنه سوای این دختر کلون میشه، شاید همی خوش نباشه، شاید هم بچه همی دختر خوش نباشه. او وقت چی؟ ما زندگی ندور اجون به طلاق و به این ور و بر بکشه، زندگی نه خراب شه. اوت نمیشه رمضان جان برار خور بگردم. خو خیره شکر خدا. اونا که خوش نباشن شما که خوش باشین، مطرح نیه که دختر خوش باشه. اشته مهم دختر زندگی میکنه، خود زندگی نمیکنه. خود دیگه خوش فعلا خورده دیگه نمیشه. خوار ما خورده ما را مال عروس نمیکنه. اعمال دیو 10 ساله به چی نادانی که حالا شما من اجازه میدی که بکنین گپ بزنم من؟ شما گپا خورم بگفتین که بگیم دیگه چی میگی؟ بچه خود جان بله قولی که تو کردم من بسر قویل خامال کم استاده خیر بینیم بفهم ای با خوب بگه. حالا من که بودم با شما گفتم دختر ما خورده، مادر نکه میگه دختر خورده، مسئله نیه. همون با بسر قویل خود استاده هم بوموره قبرستان رو در عبوراتانه. خیر بینیم بچه خاله، خیر بینیم، تشکر. شما به خیر خوشی شب جا بیاییم مفاطمه بگه مادر تاشون بگه بیخی دیگه بفهمیدی؟ خوش با اون شب از شما خط میگیرم تا 3 سال بعد. گپ بینیه بچه خاله، از شما پولم نمیگیرم، بیخی تا 5 سال بگیم. از شما پولم نمیگیرم، فقط این باخچه شفترستان بدیم میگم. باخچه شفترستانه؟ بله. خوب گپ بینیه بچه خاله. 10 تا باخچه ما فدای سر شما و زن برار خو عباس میکنم. ما که می 2 برار که می زمینا با ما میراث مونده پیار. بفهمیدی؟ پس می شب جمعه میام. اصول خو اینا رو هم میگم، چند تا سفید دیگه هم میگم. با ما یک شیرینی بدین که ما دلجان. خواه چشم. یک ایدی. خیلی میگم تشکر. ما دیگه میریم بچه خاله. کجا میریم؟ میریم به خونه میریم. چرا بس زنده باشیم. با میایم میایم که بعد از ما وضع بشیم. خب. شما بشینید بچه خاله. شما تکون نه شما از تکون نخورید. کسی میاد از یالا میگم مگه دیگه چی شده؟ از من دیگه پرسان مصلحت ندارین دیگه. شما خودی هم با مسئولیت کنیم. خیر خدا فشار سلام. هیچ گپ نیه. چی هیچ گپ نیه؟ گپ چیه؟ سعی کنید. بچه خاله منه. سعی کنید. من برو بچه خاله خود بغل میگیرم. سعی کنید به خاطر رضایت خود به خاطر از اینکه خود شما رضا باشه، خوش باشه. دختر خو میندازه. دختر من رضا میشه. دختر شما یک فری بچه نداره سوار شاید خوش نباشه دیگه. چی به پا میزنیم آخه؟ چه کاره؟ آدم سفید کم شما که پیش وقتی گپ بکن وقتی میتی کنه تو کس نورده. ای بابا خدا خودش ما گپ زدم که نمیشه. وقتی چی نادون شما میرید بشو میرید چه کار شما؟ اختیار دختر خدا رو. شما در فکر داری که بخشی در اگر به قیمت نه. تا تصور میمیه گپ بیزنی. مگم دوره دیگه هر کس دختر خونم دادار خونم بیارم به جلو به چگاه داره دختر خونم شوندم که تو میلی یا نمیلی. همه اینا بچه خالی منه. یار خیلی بینه بچه خالی من بفتیم گفت اکشای جمعه بیاین که فاتح کنیم. ای بابا مبری از اینا قول داده که گفتن مثلا رو شو جمعه بیای ما به شما های میگیم مهم یک زنگ با ما میگی لگ بزنیم بیای خودی از اینا خودی بابا ما گپ زنه اینا پشیمون کنه. ساده سیکو تو گیلک ساده تری اوس گیلک چی میتونه بگه؟ او گیلک ساده بیچاره بده. شما زنگ زنیم بیا خودی بابا ما گپ چی میگه؟ شما زنگ بزنید وقتون بیان به حرف اینا کنه پیار میگه. هری هم زنگ زده. بله برو خوبی سلامتی. تا ما گپ میزنی بخو میخنده. میگم گیلک تا به سرمو میایی؟ بیا که من کار دارم. عمالی بیا. عمالی؟
بیا هم منتظرم. خداحافظ. این صادق بدبخت من گپ میزنه اون به من میخنده. گردن ما برم مال شما هوشیارتر مامامه. میبینی که با هم میگه بده که صاحب از اون میشی. باشه که بیایه. بله. بیایم به خونه برار بیایم. بیایم ماما. من ماما تو بیایم میشینی. یا بشه کمپالا ولی ماما خود خونه. بیایم بشینیم برار. خوش آمدی. اشتنه کجی کیانی؟ جان خوبه شکر فضل خدا. تیار هستی شکر. داد اشتنی خوبیم برار سلامتی. جان اول خوبه تو خوبم. چی گپایه قراری؟ چی کار میکنی زمستان خونو کنگا دیگه ما کرسی ندارم میبخشی برو. خوبه شما کدو وقت کرسی داشتی به زمستان کرسی نداری به تو میسن کلله ماما جو کوله کوله کجی آه. میگی به ماما بگو کوله. کل گفتر بلد نیست هنوز خیلی یاد نگرفته. سلام مصلحت خوب چیزیه باشه سلام مصلحت. میگم برو یک گپی حال گپ کوتاه کو دیگه میبینم اینجا ما پیار کجین میگه من دختر نامزددار میکنم دختر یک ذره چیز 10 ساله ما چیکار کنم امی بیام خوار خود خودم. سلام اصلاحات خود شما بکنم چی کار میکنم نامزددار میکنم چیکار میکنم شب جواب ما هم فاتح کنم اینا جواب دادم بگفتن که بیایم بخیر خب بیا مادر مرتکه زن نمایه عباس عمالی دهن پیشین میده اون زن ما چکو. تو مغز ساعت خراب همه روزی که من عباس میشناسم گردن اول بند باشه اگه شیر مادر خورده باشه او به شیر خوش کلو شده او ماما بیشیر مادر همو شده گادم کلوشه. آها اله نسبت دار کن شیرینی هم میدم من بابا، میگم شما دختر با من قصه خورد خود کنید. که برو چه دیگه گپا میزنه شما میگم کمپلا روشش تو نکنه ماما خود کمپل لبستی کار. نکنی که ما خوش ندارم. ماما گردن و بر ما. خب حالا من چی باید دادم استی چی باید زر بیا بوده میخونی کیا وی حضورم به شما چی میگم نیتولک میزنم چی میگم دختر که ما اینو زدار کنم خب آخه. مبارک باشه زنده باشی ای خورد آخه ما برو چی بابا، میگیم شما شما چی میگی؟ این ماما میگه من شما ماما بگو میگم. شما داد دیونه شدیم میگیم این خورده شما میگین دختر خود نمزاددار میکنی این نمزاددار میکنی دختر خود نامزددار کنم چرا نامزددار ما میگیم این این بکنیم خورده گفتن دختر من خورده ایتا کردم برو آخه میفهمیم شما یعنی یا خود بزو در میزنی بیا آمادم به کی با آه، عباس به کجی؟ خسرونی. کجی میگی با ماما براری میفهم آماده. آه کمی بدیم به برار ما عباس. شاید رمضان جوان فاتی بگه. درس میکنم خب چرا نمیدیم خورده خورده خواه 10 ساله بیام 10 ساله. خوردیه او خوردیه 10 او ساله مال اوقات تمیل کت تاره خوردتاره ماما تو ما زنگ به دادیم که ورزی شما بابا. بیاین بچینی سر پیار ما بلا بیارین که نادن خواه خونده ما شما میگی میلی خودتره بدی ماما سری پیاغ کمال نداره کجی؟ همین کار دیشتی داده بیا پوره کن الان دیگه خدا حافظ من هی فهمی زنگ کدی من نگفتم که زنگ نزن ماما زنگ هی فهمی کدی توی که مصرف کده ماما قدیم خدا ورسی مورا خمیر میکشی این ماما تو نگاه که عقل کمال سری پی نداره تو شما مادر بچه ها عقل کمال نداره من زنگ زدین که بیایم ما بچه خود نزباددار میکنیم عروس میکنیم دختر خونم زد انو نفهمیده من زرا بیام میگه من چون کته او خورده این چیلاکیه از دمه بزید اطلاع میده انو نفهمیده ما بچه نم زد که دختر ای خدا